سلام دوستان عزیز به کانال یوتیوب ما خوش آمدید. خب استفاده هوش مصنوعی در دنیای تکنولوژی. خب اوپن ای آی یا هوش مصنوعی به اصطلاح Artificial Intelligence که مؤسس این تکنولوژی جدید خانم میرا توضیحات بیشتر در بهتر میده. خب نوعیت تکنولوژی، نوعیت چت جی پی تی یا هوش مصنوعی که ما چندین نوع هوش مصنوعی داریم. چت جی پی تی 4.5 و چت جی پی 4 و همچنین چت جی پی تی 4 فری و همچنین چت لایف ریسرچ دیمو. اینا تکنولوژی یا هوش به صورت هوش مصنوعی که میتواند اطلاعات کاربردی را برای مردم ارائه کند. خب در قسمت اول چگونه ما بتونیم از این تکنولوژی جدید استفاده کنیم و معلوماتی را در بخش از این گزینه از این تولز بخواهیم و در سوالات ما پاسخ بدهد. اول قسمت پرامپت بدون ساختن اکانت اگر بخواهیم ما معلومات یا سوال را از چت جی پی تی کنیم و چت جی پی تی سوال ما را پاسخ دهد، ما میتونیم در قسمت پرامپت سوال خود را درج کنیم. خب برای اینکه ما اوپن ای آی یا چت جی پی تی یا هوش مصنوعی استفاده کنیم در صفحه گوگل کنیم openai.chatgpt.com ما نوشته کنیم و یک صفحه جدید باز میشه. ما میتونیم برای خود اکانت بسازیم و بعد ساختن اکانت خب به صورتی که ما اکانت از قبل داشته باشیم لاگین صورت نداشته باشیم ساین اپ کلیک میکنیم و برای خود یک اکانت هوش مصنوعی جاری میکنیم. خب یک قسمت کریت ان اکانت است. ما باید ایمیل آدرس دایر کنیم که ایمیل آدرس میتواند که برای ما کمک کند تا تمام اطلاعات ما داخل این اکانت محفوظ باشد. خب بعدا برای اکانت خود پسورد دایر میکنیم که این اکانت ما محفوظ و به دور از دسترس سوء استفاده دیگر یوزرها باشد. ما میتونیم که یوزر انتخاب کنیم و بعد کریت کنیم و کامپلیت کانتینیو که میتونیم این اکانت بعد از کانتینیو یک ایمیل برای ما یک کد برای ما از طریق ایمیل ارسال میشه. ما میتونیم این کد کلیک کنیم و اکانت خود را نامگذاری کنیم و از این اکانت کاربردی که در فعالیت های هوش مصنوعی و کاربرد هوش مصنوعی یا اوپن ای آی بسیار مؤثر است و میتونه معلومات ما را داخل این اکانت محفوظ نگه دارد. ما میتونیم استفاده کنیم. خب در این قسمت طور که شما مشاهده میکنین وقتی بعد ساختن اکانت ما میتونیم که ایمیل آدرسی در شده با امر پسورد آن دایر کنیم و وارد اکانت خود شدیم. زمانی که وارد اکانت شدیم این اکانت اوپن ای آی یا چت جی پی تی، خب ببینید در این قسمت ما میتونیم که این چت جی پی تی اپلیکیشن را به موبایل خودم ثبت کنیم، نصب کنیم و بتونیم از این تکنولوژی استفاده کنیم. خب مؤسس این تکنولوژی در ما معلومات میده که این قسمت لایو استریم و صورت زنده میتونیم که از چت جی پی تی سوالات یا چت یا همچنان به صورت صوتی ما میتونیم از این تکنولوژی سوال کنیم و در برابر سوالات ما در پاسخ ندهیم. خب لطفا صفحه یوتیوب ما را لایک و سابسکرایب کنید و ما را تشویق کنید تا معلومات بیشتر رابطه با هوش مصنوعی در چینل خود برای شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. خب این نوعیت کریت اکانت که پیج است و نوعیت چت جی پی تی است، چت جی پی 4، چت جی پی 3 و چت جی پی تی 3.5 است. خب قسمت پرامپت آل فعلا برای خود اکانت ساختیم. وقت اکانت ساختیم در قسمت پروفایل اکانت ما پروفایل بیتیم برای اکانت خود پروفایل انتخاب کنیم. خب در قسمت پرامپت است. در قسمت میتونیم که عکس را اضافه کنیم از چت جی پی تی بخوایم که عکس ما به صورت مدلینگ تبدیل کنه و سوالات داشته باشیم در رابطه با سوالات علمی که بتونیم
پاسخ قناعت بخش را از هوش مصنوی دریافت کنیم. ما سوال خود را درک میکنیم. وقتی سوال درک شد، در قسمت ما از ChatGPT ما شاید میتونیم که یک کدگذاری را آغاز کنیم، یک پروگرام نویسی را از کجا آغاز کنیم و کجا و چی طرز العمل ها و چی متد هایی را باید ما پیش بگیریم تا بتونیم ما یک کدگذار، یک وب دیولپر موفق باشیم که در قسمت ChatGPT هوش مصنوعی برای ما معلومات بسیار مفصل با توضیحات بیشتر، با جزئیات، با مثال های کاربردی برای ما ارائه میکند. ببینید اینجا قسمت پرکتیس کدینگ است یا The Basics، معلومات ابتدایی اساسی و همچنین پرکتیس کدینگ توضیحات را برای ما این هوش مصنوعی ارائه میکند. خب البته این پاسخ هایی که ارائه میشه از طریق هوش مصنوعی پاسخ ها و جوابات بسیار منطقی است. در حقیقت ChatGPT همیشه وقت سوالات را پاسخ میدهد نظر به نوعیت سوال پاسخ ارائه میکند. در صورتی که سوال عمومی باشد پاسخ ChatGPT هم کمتر است، توضیحاتش کمتر است. در صورت سوال ما به صورت مشخص باشد، در قسمت توضیحات در سوال جواب با توضیحات بیشتر از طرف توسط هوش مصنوعی ما دریافت میکنیم. ببینید ما چی گونه میتونیم که کدگذاری را بیاموزیم، از کجا شروع کنیم. ChatGPT بسیار توضیحات بیشتر، join the community، practice coding، practice CSS، GML، JavaScript، Python، اینا پروگرام های زبان های پروگرام نویسی اینا برای ما مثال میزنم و همچنان معلومات اضافی را، ریسورس منابع اضافی را برای ما در اینجا مثال میزند که ما میتونیم از این منابع استفاده کنیم تا یک کدگذار موفق شویم. خب این یک نوع پاسخ منطقی و قناعت بخش از طریق هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی در دنیای تکنولوژی پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده است. امروز دنیای تجارت، دنیای تکنولوژی بیشتر ربات‌ها بیشتر از این تکنولوژی استفاده می‌کنند، خصوصا در بخش کدگذاری، پروگرام نویسی. این بخش کدگذاری یا بخش وب دیولپمنت هوش مصنوعی بسیار فعالیت‌های بیشتری کرده است، خلاقیت‌های بسیار زیاد از خود به جا گذاشته است که کدگذار موفق میتواند از های رایگانی که ChatGPT برای همه و صد رایگان میگذارد اساس قرار داده است که بتواند هر وب دیولپر از استفاده کند و دسترس دیولپر را به صورت رایگان گذاشته است. خب ببینید در این قسمت خانم میرا که مؤسس این تکنولوژی است بر ما مثال میده. ما میتونیم به صورت صوتی از ChatGPT سوال کنیم، در حالت به سوال صوتی ما ChatGPT پاسخ میدهد. خب این یک نوع از دیگر گزینه های موفق هوش مصنوعی است. خب در قسمت زبان ما چه قسم زبان می‌بینیم؟ زبان انگلیسی است که آغاز کنیم در قسمت پروگرامیستی. این یک سوال ما کردیم از ChatGPT. هوش مصنوعی همین پارت اف اسپیچ باید ما بس جزء روزوار مثال زدم، مثال بسیار به صورت توضیحی گفته که این باید این بخش‌های باشه ما مطالعه کنیم، بخوانیم. سنتنس استراکچر باشد باید به ما بدانیم، باید بخوانیم، مطالعه کنیم. بخش سنتنس استراکچر باید ما بدانیم تا بدانیم که تا اسکلت و باش بخش اساس گرامر ما بیامدیم و بدانیم. خب بازم میگه لند بیسیک گرامر رولز باید ما سوال کردیم در زبان انگلیسی، ما شدیم بدیم گرامرهای انگلیسی را ما بیاموزیم، از کجا آغاز کنیم. ما از هوش مصنوعی این سوال کردیم. هوش مصنوعی فقط به صورت اساسی در رابطه با سوالی که ما کردیم و راههای اصولی و منطقی رو برای ما پیشنهاد میکنه و ما را ادوایس میکنه چگونه ما بتونیم که از هوش از این پاسخهای منطقی هوش مصنوعی استفاده کنیم و این تکنولوژی موفق را
به صورت روزمره در کارهای روزمره و به صورت بسیار خوب از این گزینه موفق، از این تکنولوژی ما استفاده کنیم. ببینید قسمت common sentence podcast یا با expand your vocabulary در قسمت توضیحات داده میره بابت محیط و گرامری ما هرچی وسیع‌تر شود. یک پاسخی است که چپتیوتی بر ما ارائه میکنه. پرکتیس ریگولار در وسط دام منظم باشه، پرکتیس کنیم تا این گرامر را، زبان جدید را، زبان جدید را در حقیقت با یک سوال ما برای ما که ما از هوش مصنوعی کردیم توضیحات چه مقدار زیاد توضیحات ما دریافت نکنیم. خب یک نوع گزینه، یک نوع تولز موفق برای یوزر ها، برای کسایی که از چت استفاده میکنن هست که این تکنولوژی در 2024 بسیار موفق بوده و به صورت رایگان به تمام کشورها ارائه شده. موفقانه همچنان خوشبختانه در افغانستان هم این تکنولوژی چت جی پی تی و هوش مصنوعی در سال 2024 و آغاز سال 2024 به صورت رایگان شد که میتونن مردم افغانستان هم از هوش مصنوعی استفاده کنن، از گزینه های زی، از موافقت های زی استفاده کنن و چی مفیدیتی دارد. و این هوش مصنوعی است که میتواند کارهای ربات ها را، کارهای انسان ها را، تمام کارهای تکنولوژی و بخش علمی را بسیار آسان‌تر کرده، یک سهولت را با وجود آورده است. یک قسمت مؤسس هوش مصنوعی توضیحات میده که ما چه قسم بتوانیم برعلاوه از ما از اوپن ای از آپدیت یا از این ما چه قسم استفاده کنیم و از این تولز موفق که به نام هوش مصنوعی است ما چه بتوانیم در کارهای روزمره خود، زندگی روزمره خود ما را به کار ببریم و از این تکنولوژی موفق ما استفاده کنیم. خب اینا توضیحات بود در رابطه با هوش مصنوعی، در رابطه با کارکردش، در رابطه با که ما بستن بس یک از این اپلیکیشن چت جی پی تی 4 ما استفاده کنیم. خب دوستان عزیز لطفاً صفحه یوتیوب ما لایک و سابسکرایب کنید تا معلومات بیشتر در جی پی تی برای شما ارائه کنم. تشکر.